با عرض سلام حضور شما پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی پرزیدنت کشور، من اسمت و مونیسه ورزشگر دختر از نمود تایکواندو وطف مؤسسه دولتی مکتب ورزشی به نام عبدالمنان زاکیرف شهر حصار، چمپیونکای هفت کرته جمهوری تاجیکستان، غالب اونیورسیاده عمومی جهانی دانشجویان در شهر سئول جمهوری کره، غالب 11 کرته مسابقه های بین المللی و دارنده نام استادی ورزشی جمهوری تاجیکستان می باشم. پیش از همه قید کردن آسان بکنید. پیش از همه قید کردنی هستم دستاوردی که ورزشگران جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت دولتی به آن نائل گشتند با غمخواری و متانت شما در جاده تأمین استقرار صلح و وحدت ملی و مساعدسازی شرایط خوب سیاسی و اجتماعی برای زیست و فعالیت آسایشته همه قشرهای اهالی کشور سخت وابستگی دارد. کارمندان و ورزشگران مؤسسه ما هم در همکاری با مقامات وکالتدار ساحه مثل دیگر ساحه‌های فعال کشور زیر پرتوی هدایت‌ها و راهنمایی‌های عاقلانه شما صادقانه فعالیت نموده به دستاوردهای شایان نائل گردیدند. ورزش گروی سلامتی هر شخص و در عموم گروی سلامتی ملت است. دستاورد بزرگی که مؤسسه ما به دست آورده است این تأمین عمومیت ورزش میان اهالی شهر و مساعدت نمودن در دریافت چهره‌های ورزش نمایان در سطح کشور و خارج از آن برای معرفی ملت در سطح جهان می باشد. ورزشگران شهر حصار در بسیار مسابقه های با نفوذ بین المللی از جمله چمپیونات جهان اشتراک نموده جایزه‌دار نیز گردیدند. تکانی بزرگ برای به دست آوری کامیابی ها برای ورزشگران شهر ما و ورزشگران کشورمان در عموم این توجه خاص شما محترم جناب عالی به ساحه ورزش و این چنین تأسیس دادن جایزه پرزیدنتی برای ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش در کشور بود که در تاریخ کشور بی‌نظیر می باشد. ما با سیاست عاقلانه و محبت پدرانه‌ای که نسبت ورزشگر دختران دارید افتخار داریم و به سمع شما میرسانم که در گروه ورزشی ما زیاده از 15 نفر دختران محلی مشق میکنند و دستاوردهای نظررس دارند. برای جلب دختران به ورزش در شهر مانع وجود ندارد. شرایط مساعد فراهم است و ما همیشه از میان داریم که پرچمبردار وطن باشیم. جواباً برای دستگیری و غمخواری دائمی شما محترم جناب عالی ما ورزشگران مخصوصاً ورزشگر دختران شهر باستانی حصار وعده می‌دهیم که در آینده نیز در تمام گوشه و کنار دنیا پرچم وطن محبوبمان را بلند برداریم. ما جوانان پیرو شما محترم جناب عالی هستیم. شعار ما تاجیکستان به پیش. سلامت باش. تاجیکستان با پیش. سلام عرض می دارم به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و به همه آن نفرانی که اینجا حضور دارند. بختنیسای اعظم هستم، ساکن جماعت دهات میرزا ترسونزاده دهه سخاوت. باعث سرفرازی است که پس از ختم مکتب میانه سال 2015 طبق کوتای پرزیدنتی به فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شدم که این از سیاست خردمندانه و اقدام‌های سازنده شما محترم پیشوای معظم ملت در سمت دستگیری جوانان دهات دوردست جهت فرا گرفتن به تعلیم و تربیه محسوب می‌یابد. همین است که پس از با موفقیت ختم نمودن دانشگاه رو آوردم و مکتب و سال دوم است که به تعلیم و تربیه نسل نورس
مشغول هستم. اگر تاجیکستان صاحب استقلال و آزاد را با یک قصر محتشم و زیبا شبیه نماییم، پیش نظرمان سازنده اولین این قصر می آید که محض شما محترم پیشوای معظم ملت هستید. ما جوانان و شهروندان این ملت از همه وضع سیاسی و اقتصادی کشور آگاه بوده شکرانه وحدت و یگانگی و پیشوای معظم و معتبر را میکنیم که به ما جوانان چنین روزهای سرشار از فرح و شادمانی را نصیب گردانید و در قلب ما افتخاری وطنداری را جا نمود. این حس وطن دوستانه ما را وادار می نماید که چون فرزندان یک مادر، گلهای یک باغ، شاخاب‌های یک رود، انگشتان یک مشت به هم آمده، حامی امنیت و آرامی، بنیادگر این سرزمین اجدادی باشیم. با مقصد باز هم بهتر برای ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی و توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس، سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردید. همچنین برگزار گردیدن آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من در بین جامعه تحولات عظیمی را در شناخت معرفت و علم و دانش به وجود آورد. محترم پیشوای معظم ملت، به شما عرض و سپاس معارفچیان شهر را می رسانم که با شرافت این آزمون‌ها مردم بیشتر روی به کتاب آوردند و مقدار کتاب و کتابخانه ها افزون و صف خوانندگان کتاب زیاد گردید. من در دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدم و موفق نیز گردیدم. زیاده از 200 غزل از یاد کرده 150 اثر بدیعی مطالعه نمودم. آرزو دارم که در دورهای این بعد نیز غالبیت را به دست آورم. محترم پیشوای معظم ملت، استقلالیت این شرف و ناموس وطنداری، تلاش و زحمت هر یک فرد بیداردل جامعه بر گلگل شکوفی این وطن عزیزمان می باشد. انسانی بیداردل، خودشناس، خودآگاه و وطن دوست و دارای معرفت والا را محض آموزگار به پایان می رساند. ما آموزگاران این رسالت مقدس کسبی خویش را درک نموده عزم داریم که نسل نورس را صادق و سیاست عاقلانه شما تربیت نماییم. ما با پیشوای خود افتخار داریم و همیشه با شما هستیم. سروری ما افتخاری ملت است، رهنما و جانثاری ملت است. می رسد از قلب مردم این صدا، آفرین کو پیشوای ملت است. تشکر بدید. سلامت باشید جان. دختر جانم کی تمام کردی مکتب؟ دانشگاه دارم. سال 2019 دانشگاه ملی ختم کردم. 2019؟ ها. سال دیگه است. حاضر کار کردی سالی؟ بله. اولیدار شدی؟ نه. حالی نه؟ برای من یک سبب ما برای پرسیدم اثرهای خوندگی تا اگر باشد که اولیدار میشدی 150 اثر خوندن نمیمونده. پرابلم های روزگارداری تو اینا باشه دیگه. اصلا 200,000 مصرع شعر از یاد کردی؟ 200 غزل، بله شاید از 200,000 زیاد باشد. فقط از ادبیات معاصر من در نظر داشتم. اگر ادبیات پوره، ادبیات هم کلاسیک هم معاصر رو گیرم شاید از 300 کتاب زیاد باشد. از چند؟ 300 کتاب. 300 کتاب؟ بله. یا بیبلیوتека؟ بله. احسن. احسن. ولی غالب آزمون شهری شدین؟ بله. بعد جمهوریوی دا میروین؟ نصیب انشاءالله. علاقه راحت با جمهوریوی گرفتن. حقیقت جدا ما دیگر بالیچکی کردن نمیتونیم دختر جان، فقط دوی نیک میکنیم که جو اول بگیری. هزار رحمت. نه بسیار نه بسیار. ما چی خدمت کنیم؟ تشکر زیاد. همه شرایط مهیا است. اکنون نوبت ما خدمت کردم. مدرنالات باید خدمت کنیم. من مردانова Зарина
همشیره طبی اویلوی. طولی 4 سال است که در مرکز سلامتی شهر کار و فعالیت دارم. باعث افتخار آن است که توسط غمخوری‌های پیوسته شما محترم پیشوای ملت ساحه تندرستی شهر روی به رشد و پیشروی داشته در برابر بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی، تأمینات با تجهیزات زمانوی، بنیاد بیمارخانه مرکزی با 240 کتی طبابتی ادامه داشته در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد 5 مرکز سلامتی 41 بومگاه طبی ادامه دارد و در آینده نزدیک برای حفظ سلامتی جامعه خدمت خواهد کرد. طبیبان شهر جواباً به غمخوری‌های شما رسالت کسبی خود را همیشه مخصوصاً در پیشگیری بیماری سرایتی کووید 19 سربلندانه اجرا می‌نمایند و اهل کارمندان ساحه با شما و سیاست عاقلانه حکومت مملکت صداقت بی‌نظیر دارند. همچون طبیب شما را باور می‌کنم که صادق به قسم طبیبی و سزاوار به مکتب بزرگ پیر طبیبان عالم ابوعلی ابن سینا در شفاکاری و شفابخشی فعالیت نموده. بار دیگر از نام طبیبان شهر برایتان عافیت روزگار و سعادت زندگی را تمنا داریم. طبیبان شهر با شما پیشوای معظم ملت افتخار دارند و ما با شماییم. سلامت باشید. کسالخانه در کسالی کووید است؟ نیست در مرکز سلامتی داریم. خودت در امی دوره در کجا بودی؟ در منطقه کاری منطقه داشتیم. همشیره طبی اویلوی. منطقه دا بودی؟ نه. نگریخته بودی؟ نه. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.